چرا بچه‌ها استرس میگیرن؟ چرا فشار روانی دارن؟ فکر کنید چرا؟ اولین و مهمترین بحث در بحث استرس و فشار عصبی نامشخص بودن هدف است. بچه‌ها دچار استرسایی کردی دیگه نفسش بالا نمیاد، پس زده. دختر گریه میکنه میگه اگه من پزشکی قبول نشم میمیرم. چرا شکلی شده؟ خانواده. یکی مامان رو برق بکشه، یکی بابا رو برق بکشه. چرا باید خیلی از بچه‌ها به خاطر پدر مادر درس بخونن؟ اصلا کی گفته شما انقدر وسط باشید؟ یه بچه‌ای بود تنیس روی میز، پینگ پونگ رتبه برده بود مدل مطلع ما. این بچه پینگ پونگی بود، به قول معروف ورزشکار بود. خیلی هم خوبه. بیش میگن ما اصطلاحا میگیم پیکیو، هوش فیزیکال. هوش فیزیکالی آدمای عجیبی ان. خیلی نابغه‌ان ولی کسی درکشون نمیکنه تو کشور ما. هوش هنریار کسی درک نکرده، هوش فیزیکال حافظه‌ای کسی درک نکرده. ما فقط یه سری رشته‌ای تو ذهنمونه وقت مختص خودمون هم هستش. انسانی‌ها باید برن حقوق، نمیدونم چرا. تجربیات، دندون دارو، یه دونم پزشکی تخصص چیزی فکر نکن. ریاضیام، آیتی و نرم افزار و الکترونیک و اینجوری عمران نهایت. اما رشته دیگه هم هست. این بچه پینگ پونگ بود. مامانش گفت آقای دکتر بچه من قبول شده. چیز شده، رتبه برده. کجا؟ گفتم رتبه برتر پینگ پونگه. گفتم خدا خیرش بده. بچه دبیرستانی دهم 11. گفتم درسات مدرسه چیه؟ گفتم کجا پس؟ استانتون، شهرتون، استان چیه؟ کشور چیه؟ این بچه رتبه یک کشوری داره میره لهستان. مسابقات جهانی تنیس نیست. گفتم آفرین، خیلی تشویقش کردم. آفرین کی اعزامتون رو؟ مادرم نمیذاره. خانم نمیذاره. گفتم نه آقای دکتر 10 روز بعد درسش عقب میافته. اصلا درس چیه؟ به من میگه درس چه شکلیه؟ درس چی بشی میگن درس. پسر اومده میگه 200 تا روپایی میزنم. مادر من درس خود مادر درس خود روپایی همه جا هست. ما چرا فکر می‌کنیم رشته‌ای تو ذهن خودمونه؟ تو خودت دیدتون تو بس رشته باز کنید خورده ببخشید حرفا میزنم کن هدف بزرگ بشه. خوشگل‌تر بشه، واضح‌تر و واقعی باشه، ملموس باشه. فقط کلمه حقوق و کلمه دارو که نشد هدف که. چرا بچه‌ها استرس میگیرن؟ چرا فشار روانی دارن؟ فکر کنید چرا؟ اولین و مهمترین بحث در بحث استرس و فشار عصبی نامشخص بودن هدف است. چرا باید خیلی از بچه‌ها به خاطر پدر مادر درس بخونن؟ بچه‌ها دچار استرسایی کردی دیگه نفسش بالا نمیاد، پس زده. دختر گریه میکنه میگه اگه من پزشکی قبول نشم میمیرم. چرا شکلی شده؟ خانواده.